داره وقت نهار میشه. برم یه چیزی درست کنم که هیچکی دوستش نداره. امروز تعطیله. برم بچه ها رو بیدار کنم، یه کار بهشون بسپارم، نذارم بخوابن. برم به شوهرم بگم آب میوه گیر بخره، بعد استفاده نکنم بذارم تو کابینت. برم عصبی شم، بعد داد بزنم که ایشالله بمیرم راحت شین. برم عکس پسرمو که تو شبیه خیار افتاده پست کنم، زیرش بنویسم پسر گلم. برم بچه بزرگمو بزنم، وقتی بچه کوچیکه میاد اونم بزنم شلو پلش کنم. حوصلم سر رفت. برم بشینم گریه کنم، بچه ها فکر کنن چه اتفاقی افتاده. برم به بچه ها بگم 9 ماه شما رو تو شکمم نگه داشتم، بعدش هم قهر کنم.